رادیو دیدار. ملت شهید پرور افغانستان، مصاحبه‌ای که همکنون مشاهده خواهید کرد بخشی از گفتگوی تفصیلی با شهنواز تنی، وزیر جنگ حزب دموکراتیک خلق افغانستان است. این مصاحبه در ماه مارچ 2018 انجام شده و آخرین گفتگویی است که شهنواز تنی در زمان حیاتش با رسانه‌ها داشته است. شهنواز تنی به گفته خودش فرمانده سرکوب قیام 24 هوت سال 1357 بوده و در این مصاحبه تلاش کرده است تا اقدامات خود را توضیح دهد. در این گفتگو سعی شده که او با سوالات چالشی درباره ماهیت قیام، نقش مردم بی‌دفاع و رویدادهای آن دوره مواجه شود. رادیو دیدار در راستای رسالت اطلاع رسانی این مصاحبه را منتشر می کند. لازم به ذکر است که انتشار این گفتگو به معنی تایید یا رد دیدگاه‌های شهنواز تنی نیست، بلکه هدف آن ارائه روایت او در کنار سایر مستندات تاریخی است. همچنین برای روشن‌تر شدن ابعاد این واقعه، یک فیلم کوتاه انیمیشن بر اساس روایات و مستندات تاریخی نیز در همین کانال منتشر شده است. قضاوت نهایی بر عهده تاریخ و مردم آگاه افغانستان است. در 24 هوت مجاهدین با شمول یک تعداد خلقی ها با شمول یک تعداد پرچمی ها، ماویست ها، شعله‌ای و غیره و با شمول اسماعیل خان، علاءالدین خان در هرات قیام کردند. فرقه نمبر هبدی زلمی کوت را اینا سقوط دادند. شهر هرات را سقوط دادند. بادغیس را، ولایت بادغیس را سقوط دادند. در ولایت بادغیس با تعداد 26 نفر رؤسا و مدیران ولایتی با شمول والی ولایت احسان الدین و همچنان یک محصل پانتون کابل سرور خان کشته شدند و رئیس جمهور وقت نور محمد ترکی و حفیظ الله امین وزیر دفاع بود. من کماندان کماندو بودم در بالایسار کابل. من را به هرات وظیفه دادن، سوق کردن و من هرات را در 2 روز دوباره از مجاهدین گرفتیم و تحکیم قدرت دولتی کردیم. با این ترتیب بعد از هرات ما بادغیس را گرفتیم، ولایت بادغیس را الا میمنه ولایت فاریاب و در حدود 12,000 میل ساله در هر دو ولایت به دست آوردیم و قدرت دولتی دوباره تحکیم صورت گرفت. والیان جدید مقرر شدند. بله، ولی این قیام به قیام مردمی 24 هوت مسما گردیده. یعنی میگن که کلا مردم به پا خواستن، شما میگین که نه تنها مجاهدین به پا خواستن و در گفته میشه در اون روز حدود تقریبا دقیق مشخص نیست ولی صحبتایی که شده میزان شهدا در اون روز 24,000 تن اعلام میکنن. شما پاسخ شما در این مسئله چیه؟ سوال شما 2 بخش داره. یکی که مردم خستن یا مجاهدین. شما ببینین فعلا در افغانستان چشم دیدتان است. دو وقت شاید البته شما نبودین یا خرد بودین، ولی فعلا خو نام خدا و مسلط هستین، حاکمیت دارین سر همه مسائل افغانستان و خوب تحلیل و ارزیابی کرده میتونین. دو وقت طوری بود مثل که آله وضعیت فعلا ببینین همین شرایط فعلی افغانستان و مخالفین در برابر دولت و کشورهای ائتلاف در افغانستان. دو وقت هم عین وضعیت بود. مخالفین یا مجاهدین دولت در برابر نظام دموکراتیک او وقت و زمان و ارتش سرخ شوروی عین مفهوم داشت، کدام فرق دیگر نداشت. بنان حالا ببینین حالا مردم میخیزه در مقابل دولت و کشورهای ائتلاف یا مخالفین. به نظر ما مخالفین فعلا جنگ میکنن و قیام میکنن. در اون وقت هم مجاهدین بودن، مردم نبودن. بدون شک که دولت و مخالفین دولت چی در اون وقت باشه چی فعلا باشه از بین مردم تغذیه میشه، اکمال میشه، در این شک نیست.
یک. دوم، شما گفتین که بخش اولی بود نه که کی خسته بود. بخش دومی سوال شمایی بود که چقدر نفر کشتن. میگه 24 هود 24,000. این کاملا دروغ است، حقیقت نداره، یک پروپاگاندا است. و گفتم ما خود ما شامل بودم دمو جنگ، کماندان جنگ از کابل رفتم ما بودم و کماندان هرات که بود و فرار کرده بود. یعنی 24 هود شما وظیفه داشتن در داخل ایران؟ در اونجا نبودم، گفتم از کابل مرا رایی کردن. کماندان کماندو در کابل بودم، برای جنگ برای کمک مرا رایی کردن و ما دوباره تحکیم قدرت کردم. یعنی دوباره گرفتم از مجاهدین. بنان چشم دید خودم است. در اونجا زیاد کشته شده باشه، از هر دو طرف 500 600 از این زیاد کشته نشده، از هر دو طرف، یعنی از طرف دولت و تلفات دولت و تلفات مخالفین دولت. اما مردم میگن فقط بیل و کلنگ داشتن در زمان. نه، حقیقت نداره. شما رد میکنید؟ خب یک تعداد مردم میشه، مردم افغانستان غریب هستن، یک تعداد شاید احساساتی شده باشه در کدام محل، یک تعداد بدون صلاح، یا خود یک تعداد مردم در جنگ‌های 40 ساله چشم دید ما که هست، تا جایی که ما مستقیما معلومات دارم، به خاطر به دست آوردن منافع شخصی هم یک تعداد مردم، حتی واضح بگویم به خاطر چور و چپاول هم یک تعداد مردم میخزن بدون شک. یعنی شما نفهم اخبار چقدر دنبال میکنید در داخل هرات؟ نزدیک 24 روز که میشه خیلی از مردم آمادگی میگیرن برای تجدید از این روز، دکان ها بسته میشه در روز 24 بود. آیا باز هم شما تاکید میکنید که این واقعا یک قیام مردمی نبوده، با وجود چند روز دیگه هم امکان داره 24 بود هست و این دوباره تجدید شه؟ نه خیر، این مردم این مخالفین دولت بود یک، و کسانی که ناراض بودن از دولت اونا بودن که اونا هم در جمع مخالفین میه، بدون شک اونا بودن. به تحریک کشور همسایه ایران هم امرایشان دست داشت در این قیام 24 هود. بنان اینطور قیام نبود که مردم بخزن، نه مخالفین دولت بودن. خود در بعض موارد کسانی که روابط داشتن با مخالفین دولت بدون شک، چی با صلاح باشه چی به صلاح باشه، شاید اونا هم همکاری کرده باشه. بله. پیام آخر خود به عنوان یک شخص تاریخی در افغانستان میتونید برای مردم هرات بیان داشته باشید؟ از مردم هرات خواهش مایی است که اگر ما غلطی کرده باشم در دوران قدرت و وقتای جنگ و کماندانیت به یاد ما نیست، اگر کدام اشتباه و غلطی شده باشه معذرت میخوایم و از کمک هایشان تشکری میکنیم. در او دوران فعلا ما در هرات نیستم و همچنان برایشان میگیم که در 24 هود 24,000 کشته نشده، این کاملا دروغ است، حقیقت نداره. و دیگه ایست که در او وقت مداخله خارجی بود از کشورهای بیرون و در درون هم یک تعداد اونا غلطی ها کرده، قیام کردن بر ضد منافع افغانستان. او صحیح نبود، درست نبود. اون تاریخ شاهد است، خودشان حال قضاوت کرده میتونه. برادرها زودتر گدام خیلی